دیگه نبینم برای تغذیه کوچولوت از این شیرین عسلا بذاری. بیا بهت یاد بدم نیم ساعته، اونم با 3 قلم مواد. خودت توی خونه 100 برابر خوشمزه تر و سالم ترش رو درست کن. یه بسته ژله رو با 1 قاشق شکر و 1/3 لیوان آب جوش حل میکنیم و روی بخار کتری میذاریم که کاملا شفاف بشه. با همزن حدود 6-7 دقیقه میزنیم که اینجوری پفکی و کشدار بشه. خیلی هم نمیزنیم که سفت نشه. حالا از یک کیسه فریزر یا قیف کمک میگیریم، مواد رو توش میریزیم، یه بسته ساق طلایی رو باز میکنیم، یه لایه میچینیم و از مواد ژله‌ای روش میریزیم و یه دونه دیگه بیسکویت رو روش میذاریم و یکم فشار میدیم. 10 دقیقه بره توی یخچال که حسابی خودشو بگیره. توی این فاصله 250 گرم شکلات که میتونه شکلات تلخ، شیرین یا ترکیب هر دوتاش باشه روی بخار کتری میذاریم که ذوب بشه. بهش 2 قاشق روغن مایع اضافه میکنیم و کنار میذاریم. بیسکویتا رو که از یخچال بیرون آوردیم توی شکلات حسابی میغلطونیم که همه قسمت‌ها شکلاتی بشه و میذاریم روی کاغذ روغنی و دوباره 10 دقیقه میذاریم توی یخچال که شکلات‌ها سفت بشن و بعدش یه شیرین عسل خوشمزه و جذاب و تحویل میگیرید. به راحتی از کاغذ روغنی جدا میشه و اینم از بافت داخلش. نگم که چقدر خوشمزه است. از هر رنگ ژله هم میتونین استفاده کنین. حتما سیوش کنین که سر فرصت درستش کنید. ما خیلی خوشمزه است.